با عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده. موضوع بحث امروزی ما تجارت گدایی هست. تجارت گدایی چیزی که شاید ظاهراً فقط یک نیاز باشد، اما در حقیقت یک شبکه پیچیده و پنهانی از سودجویی و فریب است. چهره مظلوم سود بزرگ هست. وقتی در سرک، بازار و یا چهارراهی می رویم همیشه کسانی را می بینیم که دست دراز کرده است. مرد، زن، کودک و کهنسال. لباس پاره، چهره خاک آلود، صدای لرزان. اما آیا همه اینها نیازمند هست؟ بسیارشان سازمان یافته است. توسط افراد و گروه های کنترل می شود که هر روز ده ها هزار افغانی عاید دارد. کودکان را اجاره می دهد، افراد معلول را جابجا می کنند، زنان را مجبور به گدایی می سازند و در پایان روز همه پولها به دست یک یا دو نفر می رسد، کسانی که حتی یک روز هم گدایی نکرده است. گدایی به عنوان یک کسب و کار شناخته شده است. در برخی موارد گدایی در افغانستان به یک نوع تجارت تبدیل شده است. مکانها تقسیم می شوند، ساعات کاری مشخص می شود، کسی که حق گدایی در فلان چهارراه دارد آن را به کرایه می دهد. حتی شنیده شده است که افراد برای تصاحب یک نقطه گدایی دعوا یا رشوت می دهند. یک خانم در کابل می گفت پسرم را اجاره دادم به یک خانواده، روزانه 500 افغانی برایم می دهند. آنها هم طفل را در آغوش می گیرند و در سرک می نشینند. اینجا دیگر از فقر خبری نیست. اینجا تجارت است با احساسات مردم. قربانیان خاموش. در این شبکه تجارت کودکان بیشترین قربانی است. از مکتب محروم میمانند، گرسنگی، آزار جنسی، اعتبار. از کودکی فقط دست دراز کردن را یاد میگیرند و بزرگتر که شدن با خودشان کارفرمای گدایان می شود یا به طور کامل از جامعه حذف می شود. وظیفه ما در اینجا چی است؟ ما که هر روز با این چهره ها روبرو هستیم چی کنیم؟ دستگیر باش، اما هوشیار. به جای پول نقد نان یا لباس بده. اگر واقعا مورد دیدی که نیازمند بود، مستقیم کمک کن. به نهادهای خیریه یا مطمئن کمک برسان. به کودکان خیابانی آموزش بده، نه پول. و مهمتر از همه، فریب چهره مظلوم و فریب قلب ظالم را نخور. در افغانستان گدایی برای خیلی ها دیگر فقط نیاز نیست، یک سیستم درآمدزایی است، یک شبکه خطرناک که روی اشک مردم نان میپزد. ما باید آگاه باشیم، باهوش باشیم و انسانی عمل کنیم. کمک باید آگاهانه باشد تا گدایی از نیاز به شغل بدل شود، نه از شغل به فریب. اما سوال اینجاست، درآمد یک گدا در افغانستان به طور روزانه و یا به طور ماهانه به چه مقدار است؟ در افغانستان درآمد روزانه یک گدا بسته به مکان، سن، نوع گدایی و سازمان یافته بودن یا نبودن متفاوت است. اما به طور تقریبی اگر در مکانهای شلوغ گدایی کند، مثل چهارراهی ها، بازارها یا نزدیکی مساجد و چهره تاثیرگذار داشته باشد، زن، کودک و یا کودک تنها، فرد معلول باشد، بین 300 تا 1000 افغانی در روز درآمد دارد. و در برخی موارد گزارش شده است گدایان حرفه‌ای و سازمان یافته تا 2000 افغانی هم در روز عاید دارد. اگر توسط گروه یا فرد سازماندهی شده باشد، در این حالت شخص گدا درآمد را کامل دریافت نمی کند. مثلا از 1000 افغانی درآمد روزانه شاید 200 تا 300 افغانی به خودش برسد. باقی مانده پول به مدیر و یا اجاره دهندگان مکان و یا باند می رسد. درآمد یک گدا در خیلی از روزها از یک کارگر ساده بیشتر است. به همین دلیل برخی ها از گدایی به عنوان شغل استفاده می کند، نه نیاز واقعی. اما نباید فراموش کرد گدایی حرفه‌ای اغلب با استفاده از احساسات مردم و گاهی با سوء استفاده از کودکان و زنان همراه است. گدایانی که کودک در بغل دارد و یا وانمود به مریضی می کند بیشتر پول دریافت می کند. در روزهای مذهبی مثل جمعه، رمضان، اعیاد عواید 2 برابر می گردد. در مناطق شهری مانند کابل، مزار، هرات و یا جلال
جلال درآمد بیشتر است نسبت به مناطق روستایی. بعضی گدایان با شبکه یا گروه خاص کار می کند و عوایدشان را شریک می سازد. یعنی در بعضی موارد یک گدا ماهانه بین 15,000 تا 30,000 افغانی یا حتی بیشتر هم درآمد دارد که از بسیاری از مشاغل رسمی و یا تجارتی پولهایشان و یا مفادشان بیشتر است. اما این گدایی در افغانستان با کدام نوع شغلها و یا تجارت رقابت دارد؟ گدایی در افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ به شکل غیر مستقیم با برخی مشاغل و تجارت‌های کوچک رقابت می کند، چون گاه درآمد گدایی بیشتر از این کارها می باشد. برخی افراد به جای کار کردن گدایی را انتخاب می کند. رقبای اصلی درآمد گدایی اینها است: 1. فروشندگان دوره‌گرد مثل چای فروش، خریطه فروش و ترکاری فروش. درآمد این اشخاص معمولاً بین 200 تا 500 افغانی در روز است که شبیه و یا کمتر از یک گدا هست. 2. کارگران روزمزد مثل نجاری، ترکاری برداری و بیلکار. عاید روزانه این اشخاص بین 250 تا 700 افغانی هست، ولی با زحمت بسیار شدید بدنی. 3. دکانداران کوچک مثل قصابی، بقالی و دکانداران محلی. با وجود هزینه های دکان، سود نهایی روزانهشان شاید از یک گدای فعال کمتر باشد. 4. شاگردان رستوران ها یا نانپزی ها که معمولاً بین 100 تا 300 افغانی در روز عاید دارد که با ساعات کاری طولانی و زحمت جسمانی همراه می باشد. 5. جمع کنندگان پلاستیک و آهن با تلاش زیاد شاید روزانه بین 200 تا 400 افغانی پیدا کند. در نتیجه در نگاه برخی افراد بی مهارت یا بیکار، گدایی یک گزینه آسان و بی زحمت است، به ویژه وقتی که جامعه نظارت یا فرصت شرافتمندانه وجود نداشته باشد. آیا گدایی کردن در اسلام روا است؟ گدایی به صورت کلی در اسلام مکروه شدید و در بسیاری موارد حرام دانسته شده است، به ویژه اگر فرد توانایی کار کردن و یا درآمد حلال را داشته باشد. مواردی که گدایی کردن در آن حلال است: 1. فقر شدید واقعی، وقتی هیچ راه دیگر برای تامین نفقه نیست گدایی کردن جایز است. 2. بدهکار بودن شدید و ناتوانی در پرداخت دوباره آن. 3. در راه مانده بودن یا ابن السبیل که امکان برگشت یا ادامه سفر را ندارد. در این موارد گدایی جایز است و حتی گرفتن زکات یا کمک از بیت المال حق شرعی چنین فرد است. اما گدایی کردن برای چه کسانی حرام است؟ کسی که قدرت کار کردن را دارد ولی کار نمی کند، کسی که مهارت دارد ولی استفاده نمی کند، کسی که فقط به خاطر تنبلی و یا پول بیشتر گدایی می کند. این کارها برایش حرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: کسی که از مردم چیزی بخواهد در حالی که نیازمند نیست، چون که آتش جهنم را میبلعد. اسلام کرامت انسان را تشویق می کند. کار کردن، حتی ساده ترین کار در اسلام، از گدایی بهتر است. پس گدایی بدون ضرورت واقعی گناه و تحقیر به انسانیت است.